سلام، به ناول خوش اومدید. داستانی که امشب براتون در نظر گرفتم قراره توی 3 قسمت براتون پخش بشه و من قراره امشب قسمت اولشو براتون روایت کنم. قبل از اینکه داستان امشب رو گوش کنید، لایک و کامنت یادتون نره و از من حمایت کنید. اتاق نیمه تاریک بود و حس می کردم قبلا یه جا این مردو دیدم. چهرش به نظرم خیلی آشنا بود. از اینکه دستشو لمس می کردم حس خوبی داشتم و هیچ مقاومتی نمی کردم. صورتشو جلو آورد که صدای زنگ به گوشم خورد. یه مرتبه از خواب پریدم. صدای گوشیمو قطع کردم و دوباره سر جام دراز کشیدم. صورتم خیس عرق بود. با عجله لباس پوشیدم. تلفن خونه رو پیغامگیر رفت. خانم مشفق، همایش امروز که یادتون نرفته. چند تا بوق کوتاه و بعدم قطع شد. از داغ بودن قهوه زبونم سوخت. دوباره تلفن رو پیغامگیر رفت و صدای پریسا رو شنیدم. سلام خانم دکتر، من نمیرسم امروز دفتر برم. البته عصر به بعد مراجعه کننده داریم. قول میدم قبل 4 دفتر باشم. کیفمو برداشتم و پشت فرمون نشستم. هنوز از خواب عجیبی که دیدم شوکه بودم. تا ساعت 12 درگیر اون همایش بودم. یه مشت آدم روی صندلی‌های اون سالن بزرگ به من زل زده بودن و من یه بند در مورد راه‌های پیشگیری انواع بیماری‌ها برای نوجوانا براشون حرف می‌زدم. یه عده خمیازه می‌کشیدن و یه عده ساعتشون رو نگاه می‌کردن. چند تا خانومم با دقت گوش می‌کردن و تون می‌نوشتن. از سالن که بیرون اومدم به سعید زنگ زدم، گفتم چی شد؟ با ناراحتی گفت هیچی. باز همون قرص‌های قبلی رو بهم داد. گفتم خب به دکتر گفتی بار آخر چی شد؟ گفت آره، دکترم گفت باید یه دوره مصرف کنی. گفتم میخوای خودم از یه جای دیگه برات وقت بگیرم؟ صداشو بالا برد و گفت میخوای آبروی منو ببری؟ میخوای بیفته سر زبونا که شوهر خانم دکتر ناتوانه؟ گفتم عزیزم، من به خاطر خودت میگم. ناسلامتی، تو یه آدم تحصیل کرده ای. گفت گور پدر تحصیلات. وقتی جلوی زنم کم بیارم و نتونم تو رو راضی کنم، پول و تحصیلات به چه دردم میخوره؟ میدونم یه ساله این شرایط رو تحمل میکنی. گفتم سعید، برای من تو مهمی. اگه میخوام خوب بشی فقط به خاطر خودته، نه چیز دیگه ای. گفت میدونم شوهر به درد بخوری نبودم و یه سال همش کم آوردم. حالا باز خوبه زن سردی هستی، وگرنه بیشتر میترسیدم. حرفو عوض کردم و در مورد همایش اون روز حرف زدم، ولی سعید خیلی بی‌حوصله تر از این بود که به حرفهای تکراری من گوش بده. وقتی به خونه رسیدم هنوز سعید نیومده بود. طبق عادت همیشگی براش چایی دم کردم و یکم آرایش کردم. نگاهم به تخت 2 نفرمون افتاد. یاد خواب شب پیش افتادم. خیلی وقت بود که از این خوابا می دیدم. دوباره یه حالی شدم. با شنیدن صدای در از اتاق بیرون رفتم. سعید یه گوشه مبل افتاد. گفتم چی شد؟ گفت فعلا هیچی. دکتر گفت همون قرصای قبلی رو مصرف کن. بلکه یه فنجون چای رو میزش گذاشتم و گفتم توش زنجبیل ریختم، برات خوبه. پوزخند زد و گفت کار من دیگه از این چیزا گذشته. دیگه با گرمی خوردنم روبرا نمیشم. گفتم خب ناراحتی؟ نخور. گفت ساقی، امروز که پیش دکتر همیشگی رفتم چند تا تست از من گرفتن. متاسفانه تست کرونا هم مثبت شد. گفتم چی داری میگی؟ گفت جدی میگم، بهتره دیگه پیش هم نباشیم. نمیخوام خدایی نکرده تو هم از من بگیری. گفتم آخه تو که خیلی مراقب بودی. گفت پیش اومده دیگه، 2 هفته برو خونه مامانت. گفتم آخه تو چی؟ گفت نگرانم نباش، از پس خودم برمیام. نگاهی به بسته قرصا کردم. انگار متوجه شد و گفت جواب تست همراه هم نیست. بعد چند تا سرفه ریز کرد و همونجا دراز کشید.
گفتم آخه چطور تنهات بذارم؟ گفت عزیزم این ویروس شوخی نداره، یکم بهتر شدم، برگرد پیشم. یه گوشه نشستم و بغ کردم. سعید یکم نزدیک شد و گفت عزیزم برای منم سخت نبینمت، ولی چاره ای نیست. تو خودت روانشناسی، به همه مشاوره میدی، توقع دارم شرایطو درک کنی. چیزی نگفتم. یکم لباس و وسایل جمع کردم و از خونه بیرون زدم. بعد از دفتر کارم خونه مامان رفتم. جلوی در سانازو دیدم و گفت دیگه از دست این پسر دارم دیوونه میشم. گفتم اینقدر سر به سرش نذار. گفت تو مثلا خالش میشی، مثلا خودت مشاوری. بعد صداشو آهسته کرد و گفت امروز دوباره مچشو گرفتم. آخه تو این سن. گفتم خواهر من، دیگه تو این سن دوست دارن یه جورایی پیش دخترها خودنمایی کنن، طبیعیه. گفت هیس، میشنوه پر رو میشه. ساناز گفت از دست این پسر خسته شدم، نمیدونم چی کار کنم. اینترنت رو قطع میکنم، میره سراغ ماهواره. شبکه‌های ماهواره رو قفل میکنم، میره تو اینترنت. همین چند روز پیش کلی برام پول تلفن خونه اومد. مجبور شدم دیگه پرداخت نکنم که کلاً یه طرفه بشه و قطع کنن. گفتم خواهر من این چیزا تو این سنا طبیعیه، کاری به کارش نداشته باش. بالاخره نوجوونه دیگه. بهم توپید و گفت چی میگی تو؟ ما مگه نوجوان نبودیم؟ مگه باباش نوجوان نبود؟ گفتم الان فرق کرده ساناز جون. زمان ما این همه آزادی نبود، نه اینترنت بود، نه ماهواره بود. الان انگار همه بچه ها زودتر از سنشون به بلوغ میرسن. همینطور که به طرف در میرفت گفت لعنت به اون کسی که این چیزا رو اختراع کرد. گفتم مقصر خودتی. همین چند سال پیش چقدر بهت گفتم تو این سن اینترنت برای بچه مثل سم میمونه. گفتم گوشی بهش نده. گفتی همه دوستاش گوشی دارن. گفتم تبلت نده. گفت آخه دوستاش همه تبلت دارن، اینم باید داشته باشه. خب اینم میشه آخر عاقبتش دیگه. مامان اومد و با تعجب نگاهی به چمدونم کرد و گفتم یه چند روزی سعید مأموریت رفته، منم اومدم پیشتون تنها نباشم. دست به کمر نگام کرد و گفت دوباره دعوا کردی؟ صدامو آهسته تر کردم طوری که ساناز نشنوه. گفتم نه مامان، تست کرونا داده مثبت شده. رو گونه‌اش زد و گفت خدا مرگم بده. گفتم نگران نباش، علامتی نداره، 2 هفته ای تنها باشه بهتره. ساناز از پشت دیوار آشپزخونه سرک میکشید. به ایلیا اشاره کرد و رو به من گفت میگی براش گوشی و اینترنت نگیر، آخه مگه با این کلاسای آنلاین میشه؟ ایلیا سرش تو گوشی بود. گفتم از درسا چه خبر؟ گفت همشون حال به هم زن شدن. بعد زیر چشمی نگام کرد. مامان گفت پسر خانم کاظمی هم کرونا گرفته بود ولی خوب شد و از بیمارستان مرخص شد. تو هم قصه نخور، سعید خوب میشه. گفتم نه خدا رو شکر علائمی نداشت ولی ممکنه ناقل باشه. بعد تو اتاقم رفتم و چمدونم و جا به جا کردم. گوشیم زنگ خورد، جواب دادم. بهروز بود. گفت میخواستم ازتون وقت مشاوره بگیرم. گفتم روزهای فرد دفترم. گفت تا اون موقع باهات حرف نزنم دق میکنم. چند روز شیلا از خونه رفته و الان احتیاج دارم باهات حرف بزنم. چند ماهی بود میشناختمش ولی هیچ وقت دلم نمیخواست با مراجعه کننده هام صمیمی باشم. گفتم ببخشید تلفنی مشاوره نمیدم، پس فردا ساعت 5:30 دفتر باشید. گفت شیلا دیوونم کرده و رفته. به رئیسم زنگ زده، به بابام زنگ زده، 2 روز خونه نیومده. الان احتیاج داشتم باهات حرف بزنم. در اتاقو بستم و گفتم خیلی خوب، از اول بگو چی شده؟ بهروز پشت خط بود و گفت همش همینا بود که گفتم. دیگه دارم از دستش دیوونه میشم. تو محل کار جلوی خونوادم همه جا آبرومو برده. نگاهی به ساعتم کردم و گفتم خیلی خوب، بقیه حرفا باشه تو دفتر بهم بگید. گفت ببخشید قرار بود کوتاه باشه ولی نشد. گفتم ایرادی نداره.
بهروز گفت شما با همه دکترایی که تا الان مشاوره کردم فرق داری. اصلا باهات حرف میزنم آرامش میگیرم. گفتم خوشحال میشم بهت کمک کنم، البته به خودتونم بستگی داره. گفت فکر کنم شما متأهل باشی، خوش به حال همسرت، کاش شیلای منم مثل شما بود. فوراً گفتم ببخشید من گوشیم شارژ نداره، ممکنه قطع بشه. هنوز بهروز حرف میزد که گوشی رو قطع کردم. از بیرون صدای جیغ و داد ساناز رو شنیدم. از اتاق بیرون پریدم. وسط اتاق چشمم به تبلت شکسته ایلیا افتاد. با تعجب به ساناز نگاه کردم که چطور سر و صدا می کرد و می گفت خجالت نمی کشی؟ هنوز پشت لب سبز نشده برای من با دخترها چت می کنی؟ ایلیا عصبی کیف و وسایلش رو برداشت و گفت ببین چطوری تبلتمو شکستی. هیچ جا از دست آرامش ندارم، نه تو خونه خودمون نه اینجا. همش منو کنترل میکنی، خستم کردی. ساناز عصبی جیغ کشید. پس اجازه بدم هر غلطی خواستی بکنی، خجالت نمیکشی؟ فکر کردی نفهمیدم اون شب که پیش دوستات رفته بودی و برگشتی چه زهرماری خورده بودی؟ گفتم بس ساناز، تمومش کن. ایلیا کیفشو برداشت و در رو به هم کوبید و رفت. ساناز هنوز یه گوشه نشسته بود و اشک میریخت. مامان گفت اینطوری میخواستی بچه تربیت کنی؟ مامان تو آشپزخونه رفت و منم کنار ساناز نشستم. گفت کاش هنوز بچه بود، دیگه حریفش نمیشم. گفتم این حرفا چیه جلوی ما بهش میزنی؟ تو که آبروی پسر تو جلوی همه بردی. به هم توپید و گفت ولم کن، دلت خوش دکتری، به همه مشاوره میدی. اگه چیزی میدونستی یه فکری به حال زندگی خودت میکردی که الان اینجا نباشی. با ناراحتی تو تراس رفتم و به ایلیا زنگ زدم و گفتم کجا رفتی خاله؟ گفت حوصله هیچکیو ندارم، به مامان بگو دیگه خونه بر نمیگردم. گفتم میخوام بیام دنبالت، با هم بریم بچرخیم. ببین دوتایی میریم شام بیرون. گفت ولم کن خاله، حوصله ندارم. گوشی رو قطع کرد. فکرم پیش سعید بود. تمام شب و خوابم نبرد. حق با ساناز بود. خیلی وقت بود تو زندگی خودم مونده بودم، ولی همیشه پشت میز میشستم و برای زندگی بقیه نسخه میپیچیدم. حس بدبینی به سعید بدجوری به جونم افتاده بود. روز بعد یه سری به دفتر دوستم غزل زدم. بین مریضاش داخل رفتم، انگار زیاد از دیدنم خوشحال نشد. گفتم سعید اومد پیشت؟ گفت آره ماه پیش اومد، ولی این آقا سعید شما زیاد همکاری نمیکنه. گفتم خب اولش براش سخت بوده. ببین من خیلی تو گوشش خوندم که راضی بشه پیش یه تراپیست بره. غزل نیشخند زد و گفت کاش منو انتخاب نمی کردی، چون خیلی با من همکاری نمیکنه. البته هنوز جلسه های درمانی ادامه داره. روی صندلی نزدیکتر نشستم و گفتم نمیدونم، خودت یه کاری کن راحت حرف بزنه. ببین هرچی باشه تو کارت خیلی واردی، آدمای مثل سعید زیاد دیدی، طبیعی سختش باشه. ماشی داخل اومد و دوباره بیرون رفت. گفتم احساس میکنم این ناتوانی بدجوری اعتماد به نفسشو گرفته. سر تکون داد و گفت درست میگی، بالاخره این اختلال عواقب خودشو داره، ولی من که بهت گفتم خودت هم نباید اینقدر سرد باشی، بهتر بود دوتایی پیشم می اومدید. خندیدم و گفتم باشه، اگه سرم خلوت شد میام. با شنیدن صدای در بلند شدم و از غزل خداحافظی کردم. سر راه یکم خرید کردم و به خونه رفتم. بهونه خوبی بود تا سری به سعید بزنم. تو راه پله ها بودم که واحد روبرو در رو باز کرد. با دیدن سیما اخمام تو هم رفت. گفت شما خونه ای؟ فکر کردم نیستید خونه. گفتم امری داشتید؟ متوجه کنایه‌ای که توی کلامم بود شد و داخل رفت. وارد خونه شدم، از سعید خبری نبود. همه جا زیادی مرتب بود، انگار شب پیش اصلا خونه نیومده بود. شمارش رو گرفتم و گفتم کجایی؟ گفت اومدم شهرداری یه سری بزنم. گفتم با این حالت رفتی سر کار؟ مگه برای اون تست مرخصی نگرفتی؟ گفت کدوم تست؟
مکث کردم و دوباره گفت ببین من نمیخوام اینا بفهمن کرونا دارم. فقط امروز اومدم. تو خونه چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود خونه این مامانت بمونی؟ گفتم از راه نرسیده دوباره این زنه رو دیدم. گفتم آخه خانم دکتر تو با اون زن بیچاره چی کار داری؟ اون سرش به زندگی خودشه. گفتم آخه اون زن به قول تو بیچاره مدام حواسش به رفت آمده منه. همین عصبی میکنه. گفت گناه نکرده که بیوه است. حالا از قضا همسایه تو هم شده. گفتم نه بیوه بودن جرم نیست، ولی خوشم نمیاد مدام آمار رفت آمده منو بگیره. گوشی رو قطع کردم و با کنجکاوی کشوهای سعید و زیر رو کردم. خودمم نمیدونستم دنبال چی میگردم. بعد یه سری لباس برداشتم و از خونه بیرون زدم. هنوز چند تا پله پایین نرفته بودم که در واحد روبرو باز شد. اعتنایی نکردم. قبل از اینکه به خونه مامان برم یه سری به پارک محله ساناز زدم. از دور ایلیا رو دیدم که با چند تا دختر پشت آلاچیق نشسته بود. بهش زنگ زدم. خیلی طول کشید تا جواب داد. گفتم ایلیا خاله من الان تو پارکم. کجایی؟ مکسی کرد و گفت چطور مگه؟ الان برای چی اومدی اینجا؟ گفتم آها دیدمت نزدیک آلاچیقی، الان میام پیشت. بعد گوشی رو قطع کردم و فوراً خودم رو بهش رسوندم. دختری که پیش ایلیا بود بیشتر از 13 سال نداشت. به هم زل زده بود و یادم سکندم تو دهنش میچرخید. 2 تا پسر دیگه هم اونجا نشسته بودن. اونقدر چپ چپ نگاهشون کردم که سرشون رو انداختم پایین. ایلیا جلوتر راه افتاد و دستاشو تو جیبش کرد و آهسته گفت مامانم خواسته با من حرف بزنی، همیشه گند میزنه به اعصاب من، بعد یکی دیگر رو واسطه میکنه. گفتم ساناز که نگرانت بود، ولی من حد زدم اینجایی اومدم سراغت، با هم بریم یه دوری بزنیم. گفت بی خیال خاله، جلوی بچه ها زایی است اومدی اینجا. گفتم جدی میگم، نهار مهمون من. گفت امروز لابد هیچکی تو دفتر نبوده که مختو بخوره، اومدی سراغ ما. نگاهی به پسرا کردم و گفتم اینا هم کلاسیاتن؟ گفت نخیر. 1 ساعت بعد 2 تایی توی یه پیتزا فروشی نشسته بودیم. گفتم اون گوشی لعنتی رو بذار کنار، خسته نشدی؟ گفت تو هم مثل مامانم با همه چی مشکل داری، با گوشی، با رفیق، با دختربازی، با سیگار. گفتم دلم میخواد با هم حرف بزنیم. گفت آخه چی بگم؟ گفتم هر چی تو دوست داری بگو. ایلیا مکسی کرد و گفت بی خیال خاله، آخه چی باید بگم؟ گفتم این همه آدم میان دفترم روبرو میشینن حرف میزنن، بعد من نباید از درد دل تو خبر داشته باشم؟ گفت اونا فرق دارن، شما براش غریبه ای، من 1 کلمه حرف بزنم میری میذاری کف دست مامانم. 2 شب رفتم خونه، دهنم بو میداد، بیچارم کرد که چی خوردم. 2 هفته سیگار تو جیبم پیدا کرد، به گوش بابام رسوند که پول ماهانمو قطع کنه تا به خیال خودش منو تنبیه کنه. گفتم بعد مامانت به فکرته؟ چرا شما هیچ وقت خودتونو جای پدر و مادر نمیذارید؟ اگه پسر خودت این کارا رو میکرد نگرانش نمیشدی؟ گفت کدوم کارا؟ اگه 1-2 تا نخ که دست همه دختر بچه های توی پارک یا یه پیک خوردن مگه خطرناکه؟ پس دوستامو ببینی چی میگی؟ گفتم الان فکر میکنی دوستات کار درستی میکنن؟ گفت من کاری به درست و غلطش ندارم. گفت من جوونم، دوست دارم با زندگیم خوش باشم، دوست ندارم همش منو کنترل کنه. گفتم یه بخشایی از حرف تو قبول دارم، ولی تو برگرد خونه، خودم با ساناز حرف میزنم. گفت من پیش سامی راحت ترم، هیچ جام نمیرم. بعد خوردن نهار ایلیا رو آموزشگاه موسیقی پیاده کردم. باز هم فکرم درگیر سعید بود. به بهونه گم کردن کلیدم به سرایدار زنگ زدم و گفتم سلام آقا هاشم، کلیدم پیدا نشد. گفت نه خانوم، همه جا رو گشتم. گفتم آقا سعید خونه است؟ ماشینش هست؟ گفت والا اومد ولی دوباره رفت. گفتم کجا رفت؟ خنده بریده‌ای کرد و گفت من از کجا بدونم خانوم؟ گفتم راستی با هیئت مدیره در مورد سیما حرف زدی؟ گفت والا به من گفتن صاحبخونش ازش راضیه. اون همسایه‌ای هم که به خاطر پارکینگ مزاحم بهش گیر داده بود دیگه شکایتی نداره. گفتم خودم با مدیریت حرف میزنم. رفت و آمدای شبانه، صدای آهنگم همیشه زیاده. جا پارک ماشینش برای من مشکل درست کرده. گفت آخه اون بنده خدا آزاری نداره که، چرا میخوای صابخونه بیرونش کنه؟
گفتم شما کاری رو که گفتم انجام بده. گفت چشم خانوم. گفتم یکم برات خرید کرده بودم، نبودی به پسرت دادم. گفت خدا خیرت بده. شماره سعید رو گرفتم ولی باز هم جواب نداد. خودمو به دفتر رسوندم و سمانه منتظرم نشسته بود. یکم بعد وارد اتاقم شد و روبروم نشست. گفتم خب بگو ببینم چی شد؟ گفت هیچی، هنوز شوهرم همونطوریه. ببین. بعد مانتوشو باز کرد و جای زخمای روی بدنشو نشونم داد. اینا نتیجه آزارای دیشبه. سمانه میگفت نمیدونی که چطور با مشت و لگد به جونم ضربه میزد. میخواستم از دستش فرار کنم ولی موهامو گرفت و کشید و منو به تخت میکوبید. دیگه نمیتونستم تحمل کنم و با صدای بلند جیغ میزدم و کمک میخواستم. یه دستشو محکم روی دهنم گذاشته بود و من فقط اشک میریختم. بعد به نفس افتاد و یه گوشه افتاد. تو اتاق دیگه ای رفتم و در رو قفل کردم. صبح قبل از اینکه از خونه بیرون بره در اتاق زد و خواست با هم حرف بزنه ولی قبول نکردم و گفتم نمیخوام ببینمش. خیلی التماس کرد. گفت حال دیشب من دست خودش نبوده. وقتی مطمئن شدم خونه نیست از خونه بیرون زدم. گفتم پزشک قانونی نرفتی؟ با گریه گفت اومدم بلکه شما کمکم کنی. آخه چطور این چیزا رو برای خانوادم تعریف کنم؟ گفتم من که بهت گفتم شوهرت بیماری خطرناکی داره. دیگه نباید با اون آدم زیر یه سقف باشی. زودتر از پزشک قانونی نامه بگیر تا راحت‌تر طلاق بگیری. برو خونه مامانت بگو دست بزن داره. تلفنم زنگ خورد. سمانه رفت و گوشی رو برداشتم. سعید بود. گفتم پیش غزل رفتی؟ گفت رفتم ولی اصرار داشت دوتایی بریم. گفتم لابد باز گردن من انداختی و گفتی آدم سردی هستم. گفت مگه دروغ میگم؟ منو جلو فرستادی ولی خودت نمیخوای با یه تراپیست حرف بزنی تا بفهمی ایراد کار کجاست. بعد از تموم شدن کارم تو دفتر مشاوره راهی خونه مامان شدم. در رو که باز کردم ساناز گفت چه عجب خانم دکتر تشریف آوردن. گفتم من که گفتم شما شامتون رو بخورین. مامان گفت آخه من نمیدونم تو چرا اینقدر خودتو خسته میکنی. کمتر نوبت بده که تا این وقت شب کارت طول نکشه. گفتم ترافیک بود. هیچکی نمیدونه کار ما روانشناسا چقدر سخته. هر روز کلی قصه عجیب و غریب میشنویم. بعضی وقتا از چیزایی که میشنوم مخم سود میکشه. ساناز گفت همین دیگه، انقدر درگیر زندگی مردم میشی که زندگی خودت یادت میره. مامان نگاهش کرد و لب گزید. ساناز گفت مگه دروغ میگم؟ پای میز شام نشستم و برای اینکه حرفو عوض کنم گفتم راستی امروز سراغ ایلیا رفتم. پیش دوستش سامی مونده. نهارم با هم خوردیم. ساناز رو به مامان گفت میبینی این پسر چقدر منو هرس میده. کاش همیشه بچه بود. دیگه حریفش نمیشم. 100 دفعه بهش گفتم خوشم نمیاد با اون پسر رفت و آمد کنه. مامان گفت اینقدر سر به سر این بچه نذار ساناز. سانازم با کنایه گفت جای سعید خالی. چقدر ماهی دوست داره. حتما الان تو نیستی خیلی بهش خوش میگذره. یه دفعه فکری به سرم زد. سری لباس پوشیدم و یه ظرف غذا برداشتم و راه افتادم. وقتی رسیدم قلبم تون میزد. همش میترسیدم با صحنه عجیبی روبرو بشم. با دلهوره از پله ها بالا رفتم و کلیدو تو قفل در چرخوندم. نگاهم توی پذیرایی چرخید. خبری از سعید نبود. با ناراحتی ظرف غذا رو روی میز گذاشتم. میخواستم بیرون بیام که چشمم به واحد روبرو خونه سیما افتاد. دمپاییای سعید پشت در بود. عصبی جلو رفتم و گوشمو به در چسبوندم. صدایی شنیده نمیشد. از چشمی در فاصله گرفتم و زنگ در رو زدم. سیما در رو باز کرد و موهای فرفری رو از توی صورتش کنار داد و با تعجب نگام کرد. بعد با لبخند تمسخر آمیزی گفت خانم دکتره. سعید از پشت سرش جلو اومد و رنگ به رنگ شد. هاج و واج نگاهم بین سعید و سیما در رفت و آمد بود. سیما زورکی لبخند زد و گفت بیا تو خانم دکتر. عصبی به سعید زل زده بودم. منتظر بود چیزی بگم ولی من انگار زبونم قفل شده بود. بالاخره بریده گفت آیفون خونشون خراب بود. اومدم ببینم میتونم کاری کنم یا نه. سیما دست باچه گفت چند روز زنگ نمیخوره. به خاطر همین به آقا سعید زحمت دادم.
صدای خانومی رو از داخل شنیدم که میگفت کیه سیما جون؟ رضا اومد دنبالم. سیما گفت نه مادر، همسایه‌مون هستن، خانم آقا سعید. زیر لب ببخشید کوتاهی گفتم و تو خونه برگشتم. از شدت استرس نمیتونستم یه جا بشینم و مدام راه میرفتم. یکم بعد سعید وارد شد و گفت تو کی اومدی؟ من نفهمیدم. کیفمو برداشتم و به طرف در رفتم. جلومو گرفت. کجا میری ساقی؟ باور کن خودش ازم خواست یه نگاه به آیفون خونش کنم. درو باز کردم و کلافه درو به هم کوبید و مانع رفتنم شد و گفت خوب دیدی مادرش خونه بود. صدامو بالا بردم. بیشتر از 100 بار با هم بحث کردیم. ازت خواستم نه با این خانم هم کلام بشی نه به سمتش بری، ولی تو پا شدی رفتی خونش. سعید با ملایمت گفت باور کن تو بی خودی شکاک شدی. من اصلا از این زنی خوشم نمیاد. نمیدونم چرا اینقدر بهش حساسی. گفتم از ادا اصولش، از رفتاراش خوشم نمیاد. گفت تو هم مثل بقیه زنا با بیوه ها و مطلقا مشکل داری. مثلا خودت مشاوری، از تو توقع ندارم. گفتم چرا توقع نداری؟ منم آدمم. چرا همه فکر میکنم من حق ندارم ناراحت بشم، شکاک بشم، نگران بشم؟ بابا منم آدمم، منم یه زنم، منم مثل بقیه زنا هستم. گفت میدونم عزیزم، یکم بشین آروم بشی. با صدای بلند گفتم دنبال بهونه است. یه بار به بهونه پریدن فیوز برق، یه دفعه میگه آیفون خرابه، یه شب تو رو میکشونه پشت بوم برای ماهواره. والا دیگه از دستش خسته شدم. سعید کلافه گفت قول میدم این دفعه کاری داشت یه بهونه بیارم و نرم. خوبه؟ دستگیره در رو گرفتم و بیرون زدم. در واحد روبرو بسته شد. عصبانی از پله ها پایین رفتم. تموم راه رو بی اعصاب رانندگی کردم و چند بار نزدیک بود تصادف کنم. ساناز هنوز خونه مامان بود. با دیدنم نیم خیز شد و گفت چی شده؟ مچشو گرفتی؟ مامان ابرو بالا داد و گفتم من فقط خواستم براش غذا ببرم، همین. ساناز شکلکی در آورد و زیر لب چیزی گفت. مامان گفت بس کنید دیگه بچه ها، بیایید بشینید چایی ریختم. گفتم نمیخورم. تو اتاقم رفتم و تون لباسای آویزون و تو چمدونم ریختم. مامانم داخل شد و گفت چی کار میکنی؟ گفتم هیچی، میخوام برگردم خونه. گفت سعید زنگ زد نگرانت بود، معلومه دوباره رفتی و بحث کردی. بعد یه گوشه تخت نشستم و مامانم کنارم اومد و سعی کرد آرومم کنه. با گریه گفتم به درد و دل همه گوش میدم، به همه کمک میکنم، ولی هیچ کی نیست راحت باهاش درد و دل کنم. خودم نمیدونم کی میتونه به من کمک کنه. مامان گفت آروم باش دخترم، چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ تا هر وقت دلت خواست اینجا بمون. سعیدم خدا کنه چیزیش نباشه و برگردی سر زندگیت. با عصبانیت گفتم همین دیگه، همیشه همین دعا رو میکنی برگردم سر زندگیم. اصلا برات مهم نیست که از زندگیم راضی هستم یا نه. میخوای فقط پیش سعید باشم، همین. ساناز تو اتاق اومد و گفت چی شده حالا؟ تو که خیلی ادعای عقل کلی داشتی، چطور نمیدونی الان باید چیکار کنی؟ مامان بلند شد و سانازو به بیرون هدایت کرد و گفت چیزیش نیست. یکم به خاطر کار زیاد عصبی شده، بی خودی به سعید گیر دادی. چند بار زنگ زد، فهمیدم حرفتون شده. تو خودت بهتر میدونی چه کاری درسته. من که مثل تو سواد این کارا رو ندارم. مامان در اتاقو بست و رفت. میدونستم مثل همیشه میخواد از مشکلاتم فرار کنه. رو تخت دراز کشیدم و چشم به راه خواب شدم. تا صبح خوابای آشفته میدیدم. صبح کسل و بی‌حوصله از خونه بیرون زدم. یه جلسه داشتم. بهش اعتنایی نکردم و سوار ماشین شدم. داخل شد و گفت میدونی چقدر اینجا منتظرت بودم؟ گفتم عجله دارم. گفت آره میدونم، ولی بهتره اینقدر که به فکر بقیه هستی یکم هم به فکر خودت باشی. چرا دیشب جوابمو ندادی؟ گفتم چون همه چی برام روشن بود. گفت تو خودت از همه چیز من خبر داری؟ خبر از ناتوانی من داری؟ چقدر تو این مدت دارو مصرف کردم؟ بعد من با این شرایط چرا باید چشمم دنبال یه زن مطلقه باشه؟ گفتم بس کن سعید، نمیخوام بشنوم. گفت هر کاری خواستی کردم. گفتی به فکر نیاز تو باشم، 1000 جور دارو مصرف کردم، پیش دکترای اورولوژی رفتم، حتی پیش اون دوستت برای مشاوره رفتم. فکر کردی برای یه مرد راحته روبروی یه زن جوان بشینه و بگه این مشکلاتو دارم؟
میدونی چقدر حرف زدن در موردش برام سخت بود. با عصبانیت گفتم بس کن سعید، منم با مشکل تو کنار اومدم. نیازهای خودم رو نادیده گرفتم. وقتی همه از من میپرسن خانم دکتر اگه بچه خوبه چرا خودت بچه دار نمیشی، نمیدونم چی جواب بدم. با ناراحتی گفت نیازهای تو؟ من که بهت گفتم اگه میخوای جدا بشیم خودت بدبین شدی که چرا اینو میگم. بعد بدون اینکه منتظر جوابم باشه درو باز کرد و رفت. برای اولین بار توی زندگیم دلم میخواست سیگار بکشم، اما خجالت میکشیدم وارد مغازه بشم و بخرم. با اعصاب خورد خودم و به انجمن رسوندم. جلسه شروع شده بود. تمام مدت حرفای سعید تو سرم سوت میکشید. اون روز هیچی از جلسه نفهمیدم. حالم خیلی بد بود. وقتی بیرون اومدم و گوشیمو روشن کردم سعید دوباره بهم زنگ زد ولی جواب ندادم. پشت فرمون نشستم و بی هدف توی خیابونا روندم. خودمم نمیدونستم کجا میخوام برم. همون لحظه ساناز زنگ زد و با گریه گفت چند شب ایلیا خونه نیومده، تو رو خدا یه کاری کن، نمیخوام زیاد پیش اون، دوستاش بمونه. بهش قول دادم برش گردونم. سراغ ایلیا رفتم. آدرس دوستش سامی رو بلد بودم. جلوی در اومد و با تعجب گفت اینجا چی کار میکنی خاله؟ گفتم وسایلتو جمع کن بریم خونه مامان. منم تنهام. گفت من اونجا نمیام. میخواست برگرده بالا که گفتم لجبازی نکن، یه مدت پیش من و مامان جون باش، قول میدم کسی سر به سرت نذاره، نمیتونی که تا ابد خونه دوستت بمونی. یه دختر کم سن و سال از بالای پله ها سرک کشید و گفت ایلیا کیه؟ ایلیام گفت تو برو تو، من الان میام. دختره چند تا پله پایین تر اومد تا منو دقیق تر ببینه. پوزخند زد و گفت این کیه؟ شوگر مامیه؟ ایلیا اخم کرد و گفت خالمه، اومده از من پول بگیره. بعد چشمک ریزی زد و بی‌حوصله گفتم مامانت خیلی عصبانیه، اگه با من نیای بابات میاد مجبورت میکنه برگردی خونه. حالا خود دانی، من تو ماشین منتظرت میمونم، نیای میرم. اینو گفتم و تو ماشین رفتم. زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردم ایلیا با کوله پشتی وارد شد و روی صندلی فرو رفت. وقتی رسیدیم ناهارم نخورد و رفت تو اتاقشو در و بست. مامان آهسته گفت چرا آوردیش اینجا؟ من حوصله ندارم. گفتم هیس میشنوه، بذاره چند روزی بمونه، خودم باهاش حرف میزنم. الان برگرده خونه دوباره با ساناز جنگ میکنه. یکم بعد در زدم و تو اتاقش رفتم. ایلیا دست باچه صفحه مانیتور رو بست و گفتم مامانت خیلی خوشحال شد فهمید پیشمی. شونه بالا داد و گفت اصلا حوصله ندارم ببینمش دوباره گند بزنه به اعصابم. یه دفعه گوشیم زنگ خورد. علی دوست سعید بود. فوراً گفت سعید حالش خوب نیست، بردمش دکتر. گفتم چطوره؟ گفت نفس تنگی داره و خیلی سرفه میکنه. گفتم عجب، حالا کدوم بیمارستانید؟ گفت شما نمیخواد بیای، زحمتت میشه، خطرناکه براتون، من پیششم، شاید چند ساعتی بستری بشه. نمیدونم چرا ولی حرفشو باور نکردم. حتی ازش نخواستم با سعید حرف بزنم و فوراً خداحافظی کردم. 2 روزی گذشته بود. اون روز رفتم دفترم و منتظر یکی از مراجعه کننده هام بودم که سمانه اومد. پای چشمش کبود بود و رنگش پریده بود. گفتم چه بلایی سرت اومده؟ گفت تو رو خدا خانم دکتر از دست اینا نجاتم بده. گفتم دست گل شوهرته درسته؟ مگه نگفتم اون آدم خطرناکیه؟ نگفتم نباید باهاش زیر یه سقف باشی؟ اصلا دفعه پیش که کتکت زد رفتی پزشک قانونی نامه بگیری؟ زیر گریه زد. چیزی نگفتم و به صندلی تکیه دادم تا آروم بشه. یه لیوان آب براش ریختم و گفت داداشم زده. گفتم داداشت؟ آخه چرا؟ اون دفعه که پیش شما بودم برگشتم خونه بابام، گفتم دیگه نمیخوامش. اولش مامانم شروع کرد به نصیحت کردن. من هر کاری کردم نتونستم بگم که چرا و چطوری کتکم میزنه. گفتم آخه بالاخره که چی؟ ببین اگه بخوای بی درد سر طلاق بگیری باید به قاضی همه اینا رو بگی. شوهرت یه بیمار روانیه، هر لحظه ممکنه بهت صدمه بزنه. سمانه اشکاشو پاک کرد و گفت آخه چطوری این چیزا رو برای داداش و مامانم بگم؟ داداشم وقتی فهمید قهر کردم از من خواست برگردم. وقتی دید سر حرفم هستم با مشت و لگد به جونم افتاد و تهدیدم کرد که باید مثل آدم برگردم سر زندگیم.
بعد دوباره اشکاش شروع شد و با گریه گفت نمیدونم دردمو به کی بگم. افشین هر روز بهم زنگ میزنه و ادعا میکنه عاشقمه، برام هدیه میخره، میگه ببخشمش، ولی من ازش میترسم. گفتم از کی متوجه این حالتهای غیرعادی شوهرت شدی؟ گفت شب عروسیمون خستگی رو بهونه کرد، ولی حس کردم یه چیزی اذیتش میکنه، انگار میخواست مقاومت کنه. ولی از همون شب به حرکات عجیبش پی بردم و ازش ترسیدم. گفتم خیلی خوب، فعلا خونه مادرت بمون، ولی هر طور شده باید جریانو به مادرت بگی. گفت نمیتونم. گفتم ای بابا، شما چرا نمیتونید راحت با مادراتون حرف بزنید و مشکلتونو بگید؟ یه دفعه مکث کردم و یاد خودم افتادم. سمانه گفت آخه خیلی گفتن این چیزا برام سخته. کاش معتاد بود، مشروب میخورد، دزد بود، ولی اینطوری نبود. من چطوری به بقیه بگم که ازش فرار میکنم؟ به سمانه سفارش کردم به هیچ وجه خونه شوهرش بر نگرده و حتما تقاضای طلاق بده. یه طوری نگاه کرد که مطمئن شدم این کارو نمیکنه و به زودی خام شوهرش میشه و دوباره بر میگرده خونه خودش. وقتی بیرون اومدم غزاله زنگ زد. سلام علیک گرمی کرد و گفت کجایی؟ قرار بود یه روزی بیای پیشم. گفتم قول میدم، سرم خلوت شد حتما یه سری بهت بزنم. گفت ای بابا یکم برای خودت وقت بذار، آخه شوهرت خیلی همکاری نمیکنه. دیروزم وقت داشت ولی نیومد، من باید با هر دوتاتون حرف بزنم. گفتم به نظر سعید واقعا ناتوانی داره؟ گفت از تو بعید این حرفا، یعنی بهش شک داری؟ گفتم آخه قبلا اینطوری نبود. گفت خیلی طبیعیه عزیزم، خیلی از مردای بالای 35 سال اینطوری میشن، حالا شاید چیزای دیگه ای هم تاثیر داشته باشه، قرص یا داروی خاصی که قبلا مصرف کرده. شاید هم خانم دکتر عمل کرده خودت تو تحریک ضعیف بوده، برای همین میگم باید دوتایی مشاوره بیایید. گفتم بالا تلفنی نمیشه گفت، وگرنه من هیچ وقت هیچی کم نمیذارم. گفت مطمئنی؟ گفتم خب یه روزایی هم خسته بودم، اما سعید از وقتی اینطوری شده ازم فرار میکنه. منم برای همین دیگه بهش اصرار نکردم و فقط خواستم پیش دکتر بره. بعد پشت فرمون نشستم و گفتم غزاله جون، من دارم سوار ماشین میشم، بعد حرف میزنیم. گوشی رو قطع کردم و به خونه رسیدم. از توی پارکینگ صدا شنیدم و به پایین سرک کشیدم و از دور ایلیا رو دیدم که با یه دختره توی پارکینگ حرف میزد. اومدم برگردم که ایلیا منو دید. با عجله از پله ها بالا رفتم، تو خونه رفتم و لباسم رو عوض کردم. مامان قبل از اینکه دکتر بره نهار رو آماده کرده بود. پشت میز نشستم. ایلیا بی سر و صدا وارد شد و تو اتاق رفت. صداش کردم جوابی نداد. دوباره صداش زدم. اومد و پشت میز نشست. الکی در مورد ترافیک و آب و هوا حرف زدم. انگار خجالت میکشید و سعی میکرد تو چشام نگاه نکنه. بعد زیر لب گفت از دستم عصبانی نیستی؟ گفتم چطور؟ گفت آخه مامانم هر وقت سر میرسید و از این چیزا میدید سر و صدا را مینداخت و آبروم میرفت. خندیدم و گفتم قیافه ساناز باید اون لحظه دیدنی باشه. ایلیا مکسی کرد و گفت اسمش مژگانه. دلم خیلی براش تنگ شده بود. اجازه دارم یه وقتایی که نیستی و مامان جون نیست بگم بیاد پیشم؟ با تعجب نگاش کردم و گفت فقط برای این که پیشم باش و با هم فیلم ببینیم، تو پارک آدم راحت نیست. گفتم نمیدونم چی بگم. شب با پختن شام و بازی تخته با ایلیا خودم رو سرگرم کردم. حس می کردم روحیه ایلیا بهتر شد و کم کم موفق میشم بهش نزدیک بشم. حرف می زدم، می خندیدیم، ولی فکرم درگیر سعید بود. هر چند لحظه یه بار نگاهی به ساعت دیواری می کردم و با خودم فکر می کردم الان سعید کجاست و چی کار می کنه. اینجور وقتا یاد اونایی می افتادم که تو دفتر روبروی من می نشستن و بهشون می گفتم نباید شکاک و بدبین باشن. ولی الان یکی رو می خواستم اینا رو به خودم بگه. سرایدار زنگ زدم و گفتم سعید خونه است. فوراً گفت آقا سعید ماشینش هست. غروبی اومد، فکر کنم مهمون دارن. گفتم کیه؟ آقا بهروز گفت والا وقتی رفتم پشت بوم کار داشتم، از صداها حس کردم مهمون دارن. خانوم تو رو خدا آقا سعید نفهمه من چیزی به شما خبر میدم. گفتم از اون زنه چه خبر؟ سیما رو میگم.
گفت تو جلسه ساختمون مطرح شده، مدیر میگفت به صاحبخونه‌اش زنگ زده، ولی گفتم ولی چی؟ گفت صاحبخونه گفته هنوز مهلتش تموم نشده و نمیتونه بیرونش کنه. گفتم برو به یه بهونه در واحد ما رو بزن ببینم اونجا چه خبره. آقا بهروز گفت نمیتونم خانم، آخه برم چی بگم؟ با خودم فکر کردم اگه کسی هم تو خونه باشه باز سعید خودش در رو باز میکنه. بعد فکری به سرم زد و گفتم میخوام فیلمای ساختمون رو ببینم. آقا بهروز گفت نمیشه خانم، من اجازه ندارم، فقط چند نفر از هیئت مدیره ساختمون این اجازه رو دارن. گفتم تو کاریت نباشه کسی نمیفهمه. گفت آخه خانم اگه مدیر ساختمون. گفتم من فردا صبح که سعید رفت سر کار میام. بعد گوشی رو قطع کردم. چند بار خواستم به سعید زنگ بزنم ولی پشیمون شدم. صبح نزدیک ظهر بود که خودم رو به خونه رسوندم. ماشین سعید تو پارکینگ نبود. اتاق سرایدار رفتم. زن آقا بهروزم بود و زیر چشمی حرکات منو زیر نظر داشت. تموم فیلم های مربوط به یه هفته پیش رو زیر و رو کردم. طبق ساعتی که توی فیلم می دیدم سعید فقط 2 بار هفته پیش از خونه بیرون رفته بود. آخرین فیلم برای شب قبل بود. وقتی سعید ماشین رو پارک کرد یه آقا همراهش از ماشین پیاده شد. اولش نشناختمش. چند بار فیلمو عقب زدم تا بالاخره شناختمش. مهندس آشوری بود. آقا بهروز همون لحظه گفت من این آقا رو میشناسم، قبلا چند بار توی پارکینگ همراه آقا سعید دیدمش. بعد از دیدن فیلم ها راهی دفترم شدم. یه لیوان قهوه برای خودم ریختم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم. یه دفعه از بیرون اتاق سر و صدا شنیدم. صدای شکستن و داد و بیداد می اومد. هنوز از روی صندلیم بلند نشده بودم که در با شتاب باز شد و یه پسر استخون درشت و هیکلی وارد شد و گفت دکون بازار باز کردی که زندگی مردم رو خراب کنی؟ با تعجب نگاش کردم. منشی خودم پریسا رنگ پریده پشت سرش وایساده بود. گفتم چه خبرته؟ جلو اومد و عصبی گفت این خراب شده رو باز کردی که زنای مردم رو گمراه کنی برن طلاق بگیرن؟ گفتم من به کسی یاد ندادم طلاق بگیره مگه اینکه آخرین راهش باشه. پسر جلو کشید و منم بدون اینکه بترسم محکم سر جام وایسادم و تو چشاش سر زدم که عصبی گفت خواهر من چند ماه بیشتر نیست شوهر کرده، اومد گفت طلاق میخوام. دیدم زبون خوشحالیش نمیشه، کتکش زدم که نره بی‌آبرویی بار بیاره و طلاق بگیره. به خودشم گفتم دیگه حق نداره پاشو اینجا بذاره، ولی اگه بفهمم راه و چاه طلاق و یادش دادی اینجا رو سرت خراب میکنم. گفتم فقط برای زنا قلور بازی بلدی؟ کبودیای رو سر و صورت و بدن خواهرتو ندیدی؟ بهت نگفته شوهرش چقدر کتکش میزنه چون بیماره؟ پوزخندی زد و گفت پس این خراب شده رو باز کردی که زنا بیان بشینن برات تعریف کنن که چی تو زندگیاشون میگذره؟ گفتم نه، اینجا رو باز کردم چون دوره زورگویی به زنا خیلی وقت تموم شده. تو هم اگه زور و بازو داری برو به شوهر خواهرت نشون بده. برو ببین مشکل خواهرت چیه که 2 ماه از عروسی نگذشته میخواد طلاق بگیره. پسر عصبی زد بیرون. پریسا گفت خانم دکتر به کلانتری زنگ بزنم؟ 2 تابلو هم از دیوار بیرون زد و شکست. گفتم نه لازم نیست. پشت میز نشستم و سعی کردم آروم بشم ولی نمیشد. اون روز وقتی از دفتر بیرون میرفتم سعید جلو اومد و سلام کرد. گفتم اینجا چی کار میکنی؟ گفت هیچی، جواب تستی که دوباره دادم منفی شده. با چند تا دکتر حرف زدم، گفتن شاید جواب تست اول اشتباه بوده. گفتم چطور همچین چیزی ممکنه؟ گفت ولش کن، اصلا بیا بریم یه گشتی بزنیم. به مامانم قول دادم شام 2 تایی بریم پیششون. گفتم نه، امشب خیلی خستم. گفت من ماشین نیاوردم، با ماشین تو میریم. یکم تو خیابونا چرخیدیم و بعد خونه معین خانم مادر سعید رفتیم. یکی از دوستای مادر شوهرم هم اونجا بود. تموم مدت سیخ و خشک یه گوشه نشسته بودم و به حرفهای بقیه گوش میدادم. معین خانم سینی چای رو گردوند و گفت چه عجب یه سری به ما زدی. سعید گفت ساقی تقصیری نداره، چند بار خواست بیاد ولی من سرم خیلی شلوغ بود. معین خانومم گفت انقدر سر خودتون رو گرم کردید که دیگه به هیچ کاری دیگه ای نمی رسید. اون شب در مقابل تیکه های ریز و درشت مادر سعید فقط سکوت کردم و حرفی نزدم.
چطور میتونستم بهش بگم که علت بچه دار نشدن ما من نیستم؟ وقتی برگشتم سعید گفت میخوای بری خونه مامانت وسایلتو جمع کنی؟ گفتم نه لازم نیست، بعدن چیزی اونجا بود میارم. وقتی خونه خودمون رسیدیم دوش گرفتم و موهامو شونه زدم. یه گوشه تخت نشسته بودم که سعید وارد شد و ساعتو برای روز بعد کوک کرد و سر جاش دراز کشید. کنارش دراز کشیدم. یادم نمیاد آخرین باری که کنار هم دیگه بودیم کی و چند وقت پیش بود. سعید زیر لب شب بخیر گفت و چشاشو رو هم بست، ولی من خوابم نمی برد. یه چیزی، یه وسوسه آشنایی از درون اذیتم می کرد. خودمو بهش چسبوندم، چقدر دلم براش تنگ شده بود. سعید دستشو زیر سرم برد و منو بوسید، اما بدون اینکه هیچ واکنشی نشون بده شب بخیر گفت و گرفت خوابید. با ناراحتی و ناامیدی به سقف اتاق زل زدم و یاد حرفهای غزاله افتادم. شایدم یه جای کار من ایراد داشت. بی توجه به عشقی که به جونم افتاده بود چشامو بستم و سعی کردم بخوابم. صبح که بیدار شدم سعید رفته بود. با کلافگی لباس پوشیدم و از خونه بیرون زدم. اول سری به انجمن زدم و بعد خوردن نهار خودمو به دفتر رسوندم. دلم میخواست جریان رو به غزاله بگم و ازش کمک بخوام. بهش زنگ زدم و گفتم نمیدونم باید چی کار کنم. سعید پیش اورولوژی، پیش همه جور متخصص رفته، مشاورم پیش تو میاد، ولی هنوز همینطوری سرد و انگار ناتوانه. غزاله گفت من که بهت گفتم زمان میبره. ببین تو خودت بهتر در مورد این چیزا باید بدونی. کار من یه جوریه که باید هر دوی شما رو ببینم. تو این سالها زنای زیادی دیدم که تو ارتباط با شوهرشون ضعیف بودن یا مرد یه جورایی اختلال داشت. گفتم میدونم، خودمم خیلی مراجعه کننده داشتم که به خاطر همین چیزا از هم جدا شدن. غزاله گفت ببین عزیزم، اگه بخوای من باز هم به شوهرت مشاوره بدم، بهتره که دوتایی با هم به اینجا بیاین. گفتم باشه، راستی خونه پیدا کردی؟ گفت آره، بعد مرگ بابا دیگه دلم نمیخواست اونجا بمونم. خونه رو فروختیم و برای خودم یه آپارتمان گرفتم. گفتم باشه، حتما یه روز سرم خلوت شد با سعید میام پیشت. اون شب زودتر از دفترم اومدم و شام مفصلی پختم. بعد مدتها یکم آرایش کردم و سعید رو برای شام صدا زدم. پشت میز نشست و شروع کرد از من تعریف کردن. از رنگ جدید موهام تا مزه غذا و از همه چی تعریف میکرد. گفتم چه عجب، ریزبین شدی؟ گفت خب چند وقت نبودی، دلم برات تنگ شده بود. مگه تو دلت برام تنگ نمیشد؟ گفتم چرا، ولی امشب خیلی زبون میریزی، برام عجیبه. یه دفعه گوشیش زنگ خورد و رو میز لرزید. قدش کرد که من گفتم جواب نمیدی؟ گفت بعدن زنگ میزنم. نمیخواستم با سوالای الکی شبمو خراب کنم. وقتی میز شامو جمع میکردم صدای زنگ اومد. قبل اینکه سعید بلند بشه درو باز کردم. سیما همسایه واحد بغلی با یه ظرف غذا پشت در بود. منو که دید خنده رو لباش ماسید. خانم دکتر برگشتی؟ سعی کردم وقتی نگاش میکردم خونسرد به نظر برسم. دستپاچه گفت ببخشید، آخه فکر کردم آقا سعید تنهاست. گفتم نه، میبینید که تنها نیست، الان حالش خوبه و منم کنارشم. نیشخندی زد و گفت آخه بعضی شبا براشون غذا می آوردم. گفتم شما سرتون شلوغ و نیستید. قبل از اینکه حرفش تموم بشه، بدون اینکه ظرف غذا رو از دستش بگیرم، در و محکم به هم کوبیدم. سعید بریده گفت خب فهمیده بود تنهام، یه شبایی غذا می آورد که من نمیتونستم بگم نمیخوام. خنده عصبی کردم و رفتم دنبال کارام. بدون اینکه بدونم چی میخوام درهای کابینتو باز و بسته میکردم. سعید دنبالم تو آشپزخونه اومد و گفت باور کن همینه، به خدا من اصلا از این زن خوشم نمیاد. نمیدونم چرا انقدر بهش حساس شدی. چون مطلقه است نباید اینطوری فکر کنی. چند تا برگ فیش از توی کابینت برداشتم و گفتم پس چرا چند تا شارژای واحد این زنه رو دادی؟
با تعجب نگام کرد که گفتم اینا رو مدیر بهم داد. فهمیدم به غیر از شارژ خودمون برای اونم پرداخت کردی. سعید گفت خب شارژ این خانم عقب افتاده بود، خواستم بهش قرض بدم. یعنی مدیر گفت خیلی عقب افتاده، منم نخواستم آبروی این زن تو ساختمون بره. عصبی جیغ کشیدم، گفتم بس کن دیگه، چرا فکر میکنی من احمقم؟ لباس پوشیدم که برم. همین که در رو باز کردم صدای بسته شدن در واحد روبرو اومد. با عصبانیت در رو زدم. سعید آهسته صدام میزد ولی من توجهی نمی کردم. انقدر محکم به در کوبیدم که کف دستم درد گرفت. وقتی سیما در رو باز کرد چند تا برگ فیشو جلوش گرفتم و گفتم اینا شارژای ماهانه واحد شما بوده که شوهرم داده. دفعه آخری باشه که ازش پول بخوای یا براش غذا بیاری یا ازش کاری بخوای. سیما هاج و واج نگام میکرد. خودم فهمیدم زیاده روی کردم و عصبانی از پله ها پایین رفتم. از خونه که بیرون زدم پشت فرمون نشستم و عصبی روندم. بدون توجه به بوق کشدار راننده‌ای که معترض بود وارد خیابونی دیگه ای شدم. زیر لب به سیما دریوری می گفتم. سعید چند بار به گوشیم زنگ زد ولی جوابشو ندادم. وقتی به خونه رسیدم مامان هنوز داشت شام میخورد و 2 تا قرص خوردم. مامان گفت چی شده؟ مگه نگفتی سعید دوباره تست داد و خطری نیست؟ لیوان آب و سر کشیدم و گفتم چرا؟ ولی برگشتم خونه. مامان دنبالم راه افتاد و گفت مگه با هم دعوا کردید دوباره؟ چی شده اومدی اینجا؟ جوابی ندادم و رفتم تو اتاقم. سردرد بدی داشتم. همون لحظه گوشیم زنگ خورد. صدای ناآشنای یه خانومی بود که فامیلی منو به زبون می آورد. گفتم چیه خانوم؟ گفت خانوم تو رو خدا کمکم کنید. من شمارتونو از گوشی دخترم سمانه پیدا کردم. الان حالش خیلی بده، بستری شده. گفتم سمانه چه شده؟ گفت کلی قرص خورده و تو بیمارستانه. معده‌شو شستشو دادن. خانوم تو رو خدا کمکم کنید. میخوام باهاش حرف بزنید تا حالش بدتر از این نشده. آدرس بیمارستان رو گرفتم و خیلی سریع خودم رو رسوندم. زن میان سالی توی راه رو قدم میزد. جلو رفتم و خودم رو معرفی کردم. به یکی از اتاقا که درش نیمه باز بود اشاره کرد و گفت بچم افتاده رو تخت. حالش خیلی بد بود. خدا بهمون رحم کرد. وارد اتاق شدم. سمانه رنگ پریده نگاهش به سمتم چرخید. دستشو گرفتم و گفتم چی شده آخه؟ چرا دست به همچین کاری زدی؟ مگه قرار نبود با خانوادت حرف بزنی؟ سمانه با صدای گرفته‌ای گفت چرا؟ حرف زدم. ولی مامانم قبول نکرد و گفت دروغ میگم. گفت میخوام از این زندگی در برم و برای همین شوهرم عصبانی شده. کنارش نشستم که زد زیر گریه و گفت نمیخواستم برگردم خونم ولی گولم زد. گفت با من پیش یه درمانگر میاد تا مشکلش حل بشه. منم به خونه برگشتم تا 2 تایی بریم ولی 2 روز تموم درای خونه رو قفل کرد. تلفنا رو قطع کرد. میخواستم فرار کنم ولی نمیشد. منو تو اتاق انداخت و دست و پامو به تخت بست. خیلی ترسیده بودم. مدام التماسش میکردم و کمک میخواستم تا اینکه وارد اتاق شد. از ترس قلبم تو دهنم اومد. دست و پاهامو اونقدر محکم به تخت بسته بود که نمیتونستم تکون بخورم. همینطور که اشک میریختم و التماسش میکردم به طرفم اومد. یه دستمال تا شده رو تو دهنم گذاشت که نتونم حرف بزنم و کمک بخوام. نزدیکتر که اومد بیشتر از چشاش ترسیدم. چشاش نگاهش خیلی غیر عادی بود. اون لحظه دیگه باورم شد با یه بیمار روانی ازدواج کردم. یه بیمار که از آزار دادن من لذت می برد. دیگه از این زندگی خسته شده بودم. سراغ جعبه قرصا رفتم و چند مش قرص خوردم. نفهمیدم کی بود که از حال رفتم و دوباره که چشم باز کردم مامانم و اورژانس بالای سرم بودن. یکم که سمانه حالش جا اومد بهش کمک کردم از تخت پایین بیاد. مامانش با نگرانی به طرفش دوید. یه گوشه خالی بردمش و گفتم بهتر سمانه فعلا خونه نره. اگه ایرادی نداره چند روزی پیشم باشه. گفت آخه. گفتم خواهش میکنم دخترتون حالش اصلا خوب نیست. قصد از بین بردن خودشو داشته. برادرش مجبورش میکنه برگرده خونش. این دفعه دیگه معلوم نیست چه اتفاقی براش بیفته.
مامانش با ناراحتی گفت نمیدونم چی کار کنم. گفتم داماد شما یه بیماره و سمانه رو به بدترین نوع ممکن آزار میده. نباید بذاریم سمانه دیگه تو اون خونه برگرده. مامانش قبول کرد. سمانه گیج و منگ دنبالم می اومد و پاهاش رو روی زمین می کشید. کمکش کردم تا سوار ماشین بشه. وقتی به خونه رسیدیم مامان با چشمهای گرد شده به سمانه زل زد. کمکش کردم تا رو تختم دراز بکشه و خیلی زود خوابش برد. مامان نگران به طرفم اومد و گفت این کیه؟ گفتم گناه داره. یه چند روزی پیشم باشه تا ببینم چجوری میتونم طلاقشو بگیرم. شوهرش بیمار روانیه، خانواده‌شم حمایتش نکردن. مامان گفت خب اینا به تو چه مربوطه؟ برای چی آوردیش اینجا؟ گفتم نیست میشنوه. چند روزی صبر کن، باید مجبورش کنم درخواست طلاق بده. مامان گفت ایلیا هنوزم خونه نیومده. من که میخوام بگم باباش بیاد دنبالش. با این سن و سال حوصله دردسر ندارم. تو هم بی خودی دلت برای این سوخته. گفتم مامان خواهش میکنم. مامان عصبانی دنبال کارش رفت. چون نمیخواستم سمانه تنها بمونه اون روز دفتر نرفتم. به آقا بهروز سرایدار خونمون زنگ زدم که گفت خانم براتون یه خبری دارم. سیما خانم به مدیر گفته میخواد از اینجا بره. سعی کردم خوشحالیمو پنهون کنم و گفتم جدی میگی؟ گفت بله خودش گفته اگه صابخونه پولشو بده میره. گفتم سعید چی کار میکنه؟ گفت خونه است امروز رفت ولی یکم بعد با یه آقایی برگشت. با تعجب گفتم کدوم آقا؟ گفت همون که گفتید همکارشه. وارد پارکینگ که شد اونم همراهش بود. دیدمشون که با هم رفتن تو خونه. با نگرانی نگاهی به ساعت کردم. چند باری شماره سعید رو گرفتم ولی قطع کردم. نمیدونستم چی بگم. فکرم بدجوری درگیر شده بود. چرا سعید وسط روز با مهندس خونه برگشته بود؟ مهندس رو هیچ وقت از نزدیک ندیده بودم. فقط چند باری عکسش رو دیده بودم و از زبون سعید شنیده بودم نزدیک 40 سال داره و هنوز مجرده. سمانه بیدار شده بود. براش یکم غذا بردم. نه حرف میزد نه درست و حسابی چیزی میخورد. چند باری شوهرش بهش زنگ زد ولی اجازه ندادم جواب بده. روز بعد اول وقت همراه هم رفتیم پزشک قانونی و برای سوختگی‌های بدن سمانه گواهی گرفتم. از اونجا بردنش مجتمع قضایی و سمانه با کمک من درخواست طلاق داد. امیدوار بودم موفق بشم. تو ماشین که نشستم سمانه رو به من گفت چقدر خوبه که شما هستی وگرنه چی کار میکردم؟ لبخندی زدم و گفتم شاید باور نکنی ولی کار ما روانشناسا خیلی سخته. خیلی. هر روز با آدمایی سر کار داریم که خیلی پیچیدن. بعضی وقتا یه چیزایی میشنوم که مخم سوت میکشه. سمانه نگام کرد و گفت شما متأهلی؟ سر تکون دادم و گفت پس چرا با مادرت زندگی میکنی؟ گفتم خب یه مدت شوهرم بیمار بود، برای همین خونه مادرم موندم. یه جوری نگام کرد که معلوم بود حرفمو باور نکرده. دلم میخواست منم باهاش درد و دل کنم و بگم تو کار خودم موندم. بگم من که به همه مشاوره میدم خودم تو زندگیم چقدر مشکل دارم. اما فقط سکوت کردم و ماشین رو روشن کردم. تو مسیر که بودم سعید بهم زل زد و حالمو پرسید. نمیخواستم بفهمه سرایدار برام آمار میگیره. گفت نمیخوای برگردی خونه؟ گفتم فعلا همچین تصمیمی ندارم. گفت ساقی خواهش میکنم تو چرا اینقدر به همه چی بدبین شدی؟ گفتم منم آدمم سعید، منم حق دارم نگران زندگیم باشم. گفت اگه منظورت سیماست که دنبال خونه میگرده از اینجا بره. گفت تو از کجا میدونی که سیما قراره بره؟ پوزخند زدم و گفتم سیما؟ گفت به قول خودت اون زنه. حالا هرچی، ببین تو خودت مشاوری، من توقع ندارم مثل بقیه مردم انقدر به زنای متعلقه یا بیوه بدبین باشی. من از مدیر ساختمون شنیدم دنبال خونه میگرده و به زودی از اونجا میره. گفتم من این حرفا رو زیاد شنیدم. چند بار بهت گفتم خوشم نمیاد به بهونه‌های مختلف سنگ خونه منو بزنه یا تو رو بکشونه اونجا. الانم کار دارم باید برم. گفت خواهش میکنم قطع نکن، دلم برات تنگ شده که برمیگردی خونه. جوابی ندادم. دوباره گفت باور کن خونه بدون تو خیلی بیروح شده. همین امشب میام دنبالت برگرد.
گفتم فعلا کار دارم و گوشی رو قطع کردم. سمانه نگام کرد که گفتم بریم بیرون یه چیزی بخوریم. گفت من اشتها ندارم. گفتم من باهاتم، نگران هیچی نباش. نامه پزشک قانونی هست، نامه درمونگاه هم هست که میخواستی خودتو از بین ببری. منم روز دادگاه میام و حرف میزنم. شوهرت مجبوره تسلیم قانون بشه و طلاقت بده. گفت خیلی میترسم. اگه داداشم مجبورم کنه دوباره تو اون خونه برگردم چی؟ ماشین رو روشن کردم و گفتم افشین از گذشته خودش هیچی بهت نگفته؟ از خانواده‌اش، از بچگیش؟ گفت نه، فقط میدونم که وقتی بچه بوده پدر و مادرش از هم جدا میشن. مادرش برای اینکه پدرش نتونه ازدواج کنه سرپرستی افشینو به پدرش میده. ولی پدرش هیچ وقت خونه نبود و افشین پیش عمه و شوهر عمش بزرگ شده. گفتم نمیدونی رابطه اونا با افشین چطوری بوده؟ سمانه مکسی کرد و گفت افشین چیز زیادی از گذشته خودش بهم نگفت، ولی وقتی عقد بودیم خیلی وقتا شبا تو خواب حرف میزد و میگفت از 8 سالگی پیش عمه و شوهر عمش بوده. هیچ وقت از شوهر عمش خوشش نمی اومده. بعدها مامانش براش خونه جداگونه‌ای میگیره و افشین تنهایی زندگی میکنه. یه بار افشین به بهونه فروش زمینا دعوای سختی با شوهر عمش کرد و سرشو شکست. من هیچ وقت نفهمیدم چرا افشین انقدر از شوهر عمش بدش میاد. گفتم حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت باید برگردم خونه مامانم تا وقتی دادگاه تکلیفم رو روشن کنه و بتونم جدا بشم. نمیشه که مزاحم شما باشم. لبخندی زدم و گفتم هنوزم نمیخوای چیزی بخوری؟ گفت نه، اشتهایی ندارم و دوباره به فکر فرو رفت. همراهان عزیز منتظر قسمت بعدی داستان ساقی و سعید باشید. از اینکه تا اینجای برنامه همراه من بودید سپاسگزارم. مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. تا برنامه بعدی خدا یار و نگهدارتون.